در 4 سال گذشته حکومت اقدامات عملی را برای از بین بردن وابستگی کامل تجاری افغانستان و بهبود نسبی بیلانس تجارت انجام داده است. در بین سالهای 1394 الی 1397 صادرات محصولات افغانی به ازبکستان 104% افزایش داشته، در حالی که واردات افغانستان از آسیای میانه نیز 96% افزایش نموده که نشان دهنده افزایش میزان تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه است. در همین دوره میزان واردات از پاکستان 42% کاهش داشته است. این ارقام نشان دهنده از بین رفتن وابستگی کامل تجاری افغانستان به یک کشور و ایجاد گزینه‌های مختلف تجاری است که باعث بلند رفتن سطح کشت و فروشات باغداران و دهاقین گردیده است. با افزایش تولیدات داخلی فعلا دهاقین و تجاران رو آوردن به کشورهای آسیای میانه و خوشبختانه این باعث شده که وابستگی ما با کشورهای همسایه کمتر کرده. در بین سالهای 1393 الی 1396 میزان صادرات افغانستان 45% زیادتر شده است، در حالی که در ابتدا و ختم همین دوره میزان واردات تقریباً مشابه بوده است. این آمار نشان دهنده بهبود اندک بیلانس تجارت در دوره حکومت فعلی است. امیدوار هستیم به می پیمانی که صادرات افزایش پیدا کرده به می پیمانه و بیشتر از این پیمانه ما بتونیم در سالهای بعدی هم افزایش صادرات شاهدش باشیم. با در نظر داشته نیروی کار فراوان و منابع طبیعی سرشار، افغانستان دارای پتانسیل تولید مازاد بر مصرف داخلی در بخش‌های زراعت، صنعت، خدمات، معادن و انرژی است که میتوان با افزایش سرمایه گذاری در این بخش‌ها میزان صادرات را افزایش داد.